کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیش‌بینی‌های اگنتی هواشناسی خبر می‌دهد که تا 21 آگوست سال 2022 در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی کشور با استثنای قسمت شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها بلند باقی می‌ماند. در این رابطه کمیته از اهالی خواسته است که احتیاطکار باشند. برای پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی سیل راه‌ها، جویبارها، کانال‌ها را از خس و خسپارها پاک نمایند. کمیته خواهش می‌کند از روی احتیاط در چنین روزها از رفتن به دامن کوه‌ها برای غنچین هیزم، علف دروی، ماهیداری به ساحل رودخانه‌ها، چارواچرانی در صحراها خودداری نمایند. به کوهنوردان، گردشگران و رانندگان توصیه داده می شود که هنگام سفر در راه و پیراهه‌های کوهی احتیاط کنند. به خصوص رانندگان جدا قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند.